امروزها حتی سخن بیشتر از گلوله های تیر بیشتر انسان ها را کشته است. واقعا چنین است. ما بعضا یک حرف میزنیم، با زبان خود یک کار میکنیم که حیات انسان ها را از بین میبریم. یک تصمیم، یک سخن نادرستی ما از این قبیل گرفته تا دیگر کارها. به این خاطر عزیزان، کار خوب هیچ وقت بزرگ و میده نمی شود. کار خوب است، کار بد هم هیچ وقت بزرگ و میده نیست. کار بد است، شاید برای ما کوچک میتابد، اما ما نمیدانیم پس آمدی آن چقدر بزرگ شده میتواند. به این خاطر عزیزان، در زندگی کار کنیم، آدموار زندگی کنیم، طور زندگی کنیم که در دنیا بودن ما یک جای را پر کند و رفتن ما واقعا خالگی احساس کنند انسان ها. طور زندگی کنیم که دیگران از بودن ما حلاوت برند، دیگران از بودن ما منفعت بینند و وقتی که از این دنیا می رویم واقعا دیگران این کمبود را احساس کنند که جای او خالی است. اینها همش دستی خودی ما انسان ها هست. ما با کارهای خودمان، با کارهای شایسته خودمان، با اعمال نیکوی خودمان می توانیم این دنیا رو مثل یک بهشت کنیم. این در دست ما هست عزیزان. پس وقتی که خوبی هست چرا بدی کنیم؟ بیایید مثل همین استا از روی وجدان عمل کنیم. در هر پست و مقامی که هستیم، در هر جایی که کار میکنیم، ناوابسته از اینکه این کاری ما هست یا که نیست، این سوراخ ها رو به قبل محکم کنیم، درست کنیم. شاید کوچک می نماید، اما چقدر جان ها، چقدر انسان ها رو ما شاید نجات دهیم. به امید روزی که عزیزان هر کدام ما توانیم مثل آدم، مثل یک انسان زندگی کنیم تا منفعتمون به انسان های دیگر، به هم نوعانمون برسد. در پناه و حفظ حضرت حق باشید. خدا نگهدارتان عزیزان.